یکی از مقصدهای نجیب و ارزشمند حکومت جمهوری تاجیکستان در این سال مقدس جشن نشاط و کمالات وطن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان انجام ثمره‌بخش کارهای از نو ساختن قسمت باقی مانده راه اتومبیلگرد شکیو قلعه خم از دهه یوگه تا مرکز مأموری درواز شهرک قلعه خم با درازی 25640 متر بود که دهه سوم ماه سپتامبر سال درگذر با تشریف قدم ارزانی داشتن پیشوای معظم و فیض‌پرور ملت محترم امام علی رحمان مورد استفاده قرار داده شد و مژده تازه هم از آن رساند که با خرج بیشتر از 112 میلیون و 21549 دلار آمریکایی راه 98 کیلومتری شاهان قلعه خم در شاهراه بینظیر کوهی قلعه خم کلاب مطابق با معیارهای جهانی راهسازی انجام پذیر و برای از نوسازی مشکل ترین راه ماشینگرد کوهی 109 کیلومتری قلعه خم ونج دروازه ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان سنگ اساس گذاشته شد. از این نگاه نیک و ذکر خیر پیشوای معظم و فیض‌پرور ملت محترم امام علی رحمان تطبیق مقصدهای نجیب و ارزشمند حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر رشد باثبات و بیمیلان ولایت مختار کوهستان بدخشان من جمله درواز ساکنان مقیم کوهساره بدخشان بخصوص رانندگان و مسافران سفر بدخشان و منطقه های دیگر کشور داشته صدقاً سپاسگزارند. یک روزه می رفتیم 7 مربع می‌زدیم در دوشنبه با این راهی کرد که فورا امروز برا بگرد بیا میشه در سر دولت باشه و نامی دوام داگیش تا خود کلمه تا خطای امیر امتری شود. همچنین یادرس نمودنیم که با مقصد تامین حرکت معتدل نقلیات بارکش و مسافربر در موسم آبخیزی رود سرکش 5 در قسمت مانع ایجاد آورنگ ماشینگذار زیریاب شونده شکیدره درواز میانجوی دهه یوگید و شرگواد جماعت دهات نلوند کارهای بنیادی نخستین نقب ماشینگذار با درازی بیشتر از 300 متر در دامنکوهای سر به فلک کشیده از ماه ایون سال درگذر این جانب با سرعت و جوابگوی معیارهای جهانی نقب‌سازی ادامه دارد. فرمایشگر این لایحه وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان مؤسسه دولتی مرکز تطبیق لایحه از نو ساختن راه اتومبیلگرد دوشنبه چناق و پیمانکار شرکت چینایی ساختمان راهها و پلها می باشند. مبلغ گذار ساختمان حکومت جمهوری تاجیکستان گروه هماهنگسازی عرب بوده. کارهای ساختمانی را در این نقب اساساً 53 نفر متخصصان و کارگران مهندسی و تکنیکی انجام داده ایستادند که 46 نفر آنها را کارگران محلی تشکیل می‌دهند. از آغاز کار تا به امروز با استفاده ثمره بخش از 8 عدد تکنیک و مکانیزم‌های راهسازی و 9 عدد دستگاه‌های پرمکنی و هوادهنده نقب کشایان توانستند که کارهای نقب‌کنی را با درازی 354 متر جوابگوی معیارهای بنیادی سراغ نمایند. خاطررسان نمودنیم که در 6 ماه کاری ساختمانچیان نقب ماشینگذار توانستند که کارهای نقب‌کنی را به اندازه 34215 متر مربع کارهای ارماتور بافی را به مقدار 215 تانه بتونریزی را به اندازه 1951 متر مربع و مستحکم کنی بالاپوش نقب را با قفسی 10-15 سانتی متر دیوارها با درازی عمومی 354 متر خودصفت و جوابگوی معیارهای نقب‌سازی جهانی به انجام رسانند. باید گفت که بر طبق لایحه ساختمانی نقب بنیاد شونده از 2 خط راه عبارت بوده. پهنایی معیاری راه در داخل نقب به 12 متر و پهنایی قسمت راه ماشینگر در داخل نقب 7 متر را تشکیل می‌دهد. در نظر است که کارهای ساختمانی با چراغان‌کنی داخل این نقب ماشینگذار در شکیدره درواز نیمه اول سال آینده جوابگوی معیارهای جهانی نقب‌سازی انجام یافته حرکت معتدل و بی‌مانع نقلیات بارکش و مسافربر در موسم آبخیزی خطرزا به پرگی تامین گشته کشاندن مال و محصولات باز هم افزونتر و رشد باثبات حیات اقتصادی و اجتماعی درواز و در مجموع ولایت مختار کوهستان بدخشان با تولید زندگی هستی‌ساز باز هم بهتر می‌گردد.